دستور این هویج پلو رو من از مامانم یاد گرفتم. اگه یه بار با این روش درستش کنی مطمئن باش که عاشقش میشی. بزن بریم درستش کنیم. در ابتدا باید هویج رو پوست بگیرین و رنده کنین. من از قسمت درشتش استفاده کردم. پیاز رو پوست بگیرین و به این روشی که توی کلیپ بهتون نشون میدم خردش کنین. خیلی راحته و دیگه نیازی نیست که از روش‌های دیگه استفاده کنین. توی تاب روغن بریزین و پیازاتون رو تفت بدین. یکم که طلایی شد سینه مرغ خرد شده رو هم بهش اضافه کنین و حسابی تفتش بدین. هویج رو اضافه کنین، اونم یه کوچولو تفتش بدین. ادویه هایی که توی کپشن بهتون گفتم رو هم بهش اضافه کنین. زرشک رو از قبل خیس کنین و به این ترکیب اضافه کنین. زعفرون فراوون رو هم بهش اضافه کنین و در آخر هم نمک. حالا میریم سراغ برنج. برنج رو آبکش کنین و وقتی که یکم زنده است از روی حرارت بردارین و آبکش کنین. فیله های مرغ رو برش بزنین برای تدیگش و به این صورتی که توی فیلم میبینین حالت حلزونی درش بیارین و کنار بذارین. توی قابلمه روغن و زعفرون رو اضافه کنین و این فیله های مرغ رو کفش بچینین. برنج رو هم بهش اضافه کنین و حسابی فشردش کنین. مواد میانی هویج پلو رو هم بهش اضافه کنین و توی لایه آخر هم دوباره برنج حسابی فشردش کنین. چند تا دونه کره هم روش بذارین که خوشمزه تر میشه و زعفرون هم که فراموشتون نشه. درش رو بذارین که دم بکشه. حتما این هویج پلو رو درستش کن که عطر و طعمش بهشتیه. مرسی که با هم همراه بودی. نوش نگاه قشنگت.